تسخیر شدن یا تسخیر روحی معمولا در فرهنگ‌ها و باورهای مختلف تعابیر متفاوتی دارد، اما در علوم غریبه و متون مرتبط با احضار ارواح و جن برخی نشانه‌ها و مراحل کلی برای تسخیر شدن ذکر شدند. مورد اول، دعوت یا ارتباط اولیه. در این مرحله فرد به صورت عمدی یا غیر عمدی با موجودات ماورایی، جن، ارواح یا نیروهای ناشناخته ارتباط برقرار می‌کنند. مورد دوم، نشانه‌های اولیه حضور. پس از برقراری ارتباط، نشانه‌هایی مانند صداهای عجیب، حرکت اشیا، تغییر دما در محیط، احساس نگاه سنگین یا سایه‌هایی که از گوشه چشم دیده می‌شوند ممکن است ظاهر شوند. مورد سوم، مرحله نفوذ. در این مرحله موجود ماورایی سعی می‌کند روی افکار، احساسات و رفتار فرد تأثیر بگذارد. مورد چهارم، کنترل نسبی، تسلط جزئی. اگر موجود تسخیر کننده قوی باشد، ممکن است کنترل برخی رفتارهای فرد را به دست بگیرد. در این حالت تغییر در صدا، حالات چهره، زبان بدن و حتی زبان گفتار فرد دیده می‌شود. مورد پنجم، تسخیر کامل. در این مرحله فرد تسخیر شده کاملا تحت کنترل نیروی خارجی قرار می‌گیرد.